عشق ابدی، برنامه ترند این روزا که تو قبل ضبط هم ما خیلی تو چالش بودیم. ببین من نمیتونم خودم به عنوان یک فن یا یک مخاطب پر و پا قرص این برنامه خودم معرفی کنم، چون ببین میگم 100 تا مورد میتونم بیام از نکات منفی که این برنامه داره برات صحبت کنم، ولی خب یه سری تجربه هایی رو که اونجا میبینی، یه سری رفتارها، یه سری شخصیت هایی که میبینی، میتونی ازشون یه درس هایی رو بگیری و میتونی از اون درس برای خودت استفاده کنی. تو خیلی مخالفه این برنامه، خیلی مخالفه اصلا کوبنده قبل این برنامه ما اصلا ببین وقتی به من میگی من 99 تا اشکال میبینم توش یه دونه خوبی، من همینجا وای میستم. ببین یک مثالی داریم ما توی کسب و کارها، میگیم آقا کاست بنفیت کن کاری که داری میکنی. من میخوام این لپتاپ رو بسازم، برای من در میاد 30 میلیون، میخوام بفروشم 32 میلیون. این 2 میلیون انقدر سود نیست که من بخوام این کارو بکنم. ضررم یا بعضی وقتا بیشتره. تعمیرش کردم شده 30 میلیون، مردم میگن 25 میلیون به من بفروش، دارم ضرر میکنم. ببین برنامه عشق ابدی رو به طور کلی بخوای نگاه کنی، میگی آقا 99 تا دارم ضرر میکنم، 1000 تومانی هم دارم سود میکنم. میگم خب چرا این کارو میکنی؟ آخه میدونی امید، ببین به چه سرگرمی ما داریم نگاه میکنیم. من الان خب صبح میرم، فعالیت‌های استودیو هست، فعالیت‌های خارج از استودیو، کاری که شرکت دارم انجام میدم، همش هست. وقتی 8 صبح از خونه میزنم بیرون، 10 شب برمیگردم خونه. خب هممون عادت داریم قبل خواب، حالا نمیدونم تو اینجوری هستی یا نه، آقا یه اکسپلوری میچرخیم، 2 تا محتوایی، 2 تا ویدیویی میایم میبینیم. من میگم خب چرا بگردم دنبال یه محتوا وقتی یه محتوا آماده است؟ یعنی سرگرم واقعا، برای نمیدونم یه انرژی خاصی داره این برنامه. خود سرگرمی اصول و قواعد داره. یعنی چی؟ یعنی به هر چیزی نمیتونیم بگیم آقا اینو من چون سرگرمیه دارم نگاش میکنم. نه، این سرگرمیه اثرات منفی زیادی داره. نگاه تو نسبت به روابط ممکنه متفاوت بشه، نگاهت به آدم‌های توی جامعه متفاوت بشه. ببین یادت تو مکالمت گفتی که من فهمیدم که آقا ممکنه یه سری آدم‌ها برات نقشه داشته باشن، دنبال منفعت خودشون باشن، دنبال منفعت خودشون باشن. ببین این یعنی یه نگاه پیش داوری بهت داده. این یعنی تو از این به بعد بخوای وارد رابطه بشی با این نگاه پیش میری، این نکنه از من سوء استفاده کنی و این غلطه. یه دید جدیدی رو بهت میده. این غلطه. این که نگاه به خورد تو بده اشتباهه، مخصوصا که خود اون نگاه اشتباه باشه. قضاوت کردن آدما، ببین آخه نمیشه گفت قضاوت. ببین نگاه کن، من این برنامه رو، آقا من با یه نفر در ارتباطم، با یه نفر ارتباط میگیرم، حالا قصدمونم مثلا برای ازدواج. الان تو این برنامه عشق ابدی خیلی از کاراکترهایی که حالا توی اون شخصیتایی که اونجا هستن، بالاخره من ببخشید تجربه میکنن همدیگه رو. بله. حالا اسم اینو گذاشتن شناخت. یعنی چی؟ من برم با 10 نفر ارتباط بگیرم، ببینم عشق تو کدومشون پیدا میشه. ببین این برنامه الان عملا به من فهموند که اصلا کلا سمت این تو چیزا نرو، دوری کن. ببین من اگه میگم 99 تا بدی داره، یه دونه خوبیش اینه. تو الان میگی یه دید جدیدی رو باز میکنه، یه درسی منظورت، یه آفرین، یه تجربه، یه درسی رو داره بهت میده. الان هر ویدیوش چند میلیون ویو میخوره؟ فکر کنم 3-4 میلیون. از این 3-4 میلیون چند نفر به این نتیجه میرسن؟ ببین آخه میدونی ما نمیتونیم یه جامعه‌ای رو که در دسترس ما نیستن رو بیام بسنجیم. مهمه، ولی باید بهش نگاه کنی. ببین این برنامه با 3 میلیون مخاطب نمیدونی چه اثرات منفی مثبتی میخواد تو جامعت بذاره. من شک ندارم بالای 70-80% منفی اثراتش. آره یکی میاد از بین 100 تا موضوع اونا یه چیز خوب دریافت میکنه، ولی آیا همه این کارو میکنن؟ نه. یه مدل دیگه بخوام نگاه کنم چی؟ الان هر اپیزود این سریال چه مقدار تایم میگیره؟ معمولا من 1 ساعت و 1 ساعت و 40 1 ساعت 1 ساعت 40 دقیقه. چه روزایی یعنی چند بار تو هفته است؟ ببین دوشنبه تا جمعه فکر کنم 5 روز. دوشنبه تا جمعه 5 روز. 5 تا 1 ساعت و نیم اگر حساب کنیم تقریبا میشه 5 ساعت، یه 2 ساعت و نیم میشه 7 ساعت و نیم. 7 ساعت و نیم محتوا دیدم، چقدر به دست آوردم؟
چی به دست آوردم؟ تو یعنی داری میگی آدم حق این رو نداره، اما من خودم آقا یه سرگرمی انجام دادم که هیچ سودی برای من نداره، یعنی تو میگی این اشتباهه. آقا من توی اون لحظه سرگرم شدم، اون لحظه آقا میدونی این برنامه اصلا میدونی این برنامه چی زنده نگه داشته؟ حاشیه‌اش. یه شخص دیگه نگاه کن، این دقیقاً برمیگرده به همون که من گفتم آقا سرگرمی هم برای خودش اصول داره. اونجوری میشه وقت تلفی کردن، اونجوری میشه یللی تللی کردن، بی هدف یه کاری رو انجام دادن. ببین همون 7 ساعت و نیمه رو اگر کار کنی چقدر عایدت میشه؟ خودش قاعدتا یه روز کاریه. یه روز کاریه. چه میدونی چقدر میشه روزانه؟ 300 تومن 400 تومن چقدر میشه؟ ببین من 300 400 تومن کاسبم، با این برنامه 300 400 هزار تومن کاسبم؟ نه قاعدتا نیستم. اگر بخوام برم واقعا به قول تو سرگرمی دنبال تفریح بگردم، نمیتونم تفریحای قشنگتری پیدا کنم که هم حالمو خوب کنه، هم اینکه یه چیزی یاد بده واقعا بهم. 7 ساعت و نیم دارم برای این زمان میذارم، ولی شاید این 7 ساعت و نیم رو یه کار دیگه انجام بدم. مثال بزنیم، تو رو هفته 7 ساعت و نیم برای این برنامه وقت میذاری. من نه آقا، من برنامه چی؟ نه تو منظور توی فرضیه. 7 ساعت و نیم زمان میذاری برای این موضوع. 7 ساعت و نیم رو توسعه فردی کار کنی چی میشه در آخر هفته؟ اصلا در آخر ماه خودش 4 قولی میشی. 4 تا 700 میشه فکر کنم نزدیک 30 ساعت انگار من رو خودم کار کردم. 30 ساعت رو خودت کار کردی، 30 ساعت توسعه فردی انجام، 30 ساعت پادکست گوش دادی، 30 ساعت سواد رابطه یاد گرفتی، 30 ساعت سواد مالی، 30 ساعت کتاب خوندی، 30 ساعت نگرش ارتقا پیدا کرده. ولی تو این برنامه چی دیدی که 2-3 نفر با هم دیگه دعوا کردن، گفتی چه دعوای جالب. همین این صورتش میزنه واقعا. امشب قراره پخش بشه ببینم این کاراکتر ایشون اصلا نگاه نمیکنه. حالا این کاراکتری که حالا دوستان پشت صحنه هستن، این کاراکتری که میزنه تو صورتش بعد میگه خفه شو اونم تهش چی میشه واقعا. خب نگاه کن، نگاه که بکنی میبینی آقا وقت تلفی بیش نیست و من فقط دارم از این ساید شخصی نگاه میکنم یعنی به عنوان یک فرد. ولی یه پله برم بالاتر میگم آقا اثراتش رو توی جامعه بیا بررسی کن. ببین چقدر سبک روابط نامربوط رو غیر شرعی و غیر عرفی، اصلا با غیر شرعیش کار ندارم، دینی نمیخوام به قضیه نگاه کنم، غیر عرفی چقدر از جامعه اصیل ایرانی فاصله داره، چقدر از فرهنگ ما فاصله داره. آدم هایی که آویزون همدیگن میسجاری، آدم هایی که بدون داشتن سواد رابطه وارد رابطه میشن، آدم هایی که حتی نمیدونن چجوری باید از هم دیگه شناخت به دست بیارن. دقیقاً. یعنی میدونی برای من چی جالبه؟ ببین خب عشق، حالا بهش قطعا میپردازیم، عشق موضوعی نیست توه. حالا نمیدونم، حالا شاید این کاراکترایی که اومدن عملا خب یه جایزه پایان این برنامه قرار پخش، فکر کنم نمیدونم $3000 یا $30,000 یا $300,000. واقعا مبلغش من نمیدونم. به ریال حساب کنید چقدر میشه؟ ببین تو اگه $300,000 در نظر بگیری، $80 تومان نزدیک 2,400,000. 2,400,000. 30,000 تاش. 3,000 تاش میشه 240 تومان. دیگه همینجوری میاد پایین. یعنی طرف یه برنامه ساخته 2,400,000 میخواد جایزه بده، اثرات اون برنامه روی جامعه باید 500 میلیارد هزینه کنی که این فرهنگ سازی‌های غلط اینو جمع کنی. خب قبول داری برمیگرده به جامعه ما. ببین ما الان اگه یک آقا تلویزیون خودمون، اصلا کانال‌های یوتیوبی که وجود داره ایرانی، اگه یه محتوای خیلی مفید تولید کنیم، بیایم صحبت‌هایی رو انجام بدیم که دغدغه جامعه است، مخصوصا نسل جدید. نسل جدید خب این نسلیه که دیدگاهش کامل، ما خودمون نسل جدیدیم دیگه، دیدگاه من با پدرم کاملا متفاوت نسبت به رابطه. بله. پدر من میگه چی؟ مثلا پدر من میگه که آقا شما برو خدمت، بیا برو شرکت، بعد مثلا انشالله آسیم بزنیم بالا. دیدگاه من چیه؟ من میگم من برم خدمت، بیام برم سر کار، با یک نفری وارد ارتباط بشم، 1 سال بگذره، ببینم آیا من با این میتونم کنار بیایم یا نیایم. میدونی دیدگاه کاملا متفاوته. این برنامه عشق ابدی
باز هم میگم من به عنوان مخاطب اصلیش نیستم، من حالا دنبال میکنم و میبینم. حالا دنبال کننده ای ولی شاید طرفدار تو اکسپلور واقعا پر شده. یعنی من میرم بالا خوش اومدی به اکسپلور من نیست. یه دفعه یه چیزی دیدم دلو دادم به توی جزیره آهنگش مثلا یه آهنگ مثلا کنه از 0 تا 100 اصلا معلومه یه محتوای بی محتواه. یعنی اگه بخوام خیلی قشنگ بگم محتوای بی محتواییه ولی حاشیه داره دیگه. ببین ما ایرانی‌ها عاشق حاشیه‌ایم. به ایرانی بودن ربط نداره، به خاصیت آدم ربط داره. ببین من یه مثال دینی میخوام برات بزنم. یه حاج آقایی میگفتش که یه سری‌ها هم آدمای چرت و پرت شنیدنن. واقعیه یه سری هم آدمای اینن که دریوری بشنون از اینا، دریوری ببینن، طرفدار حرف‌های الکی‌ان، طرفدار حرفای به درد نخورن. یه عده واقعا این چیزی هستن. تو جامعه ما چقدر اینو میبینی؟ یعنی چند درصد جامعه؟ هر چی داریم جلوتر میریم بیشتر میشه. یعنی هر چقدر آره واقعا. من و پدر مادر من اصلا این برنامه رو ندیدن. شاید باورت نشه من خب برادرم کلاس 5م 6مه این برنامه رو هر از گاهی مثلا تو فضای مجازی میبینه و این به قول تو برگردیم تاثیرش دیدگاه میده، ایجاد توقع میکنه. ببین ما اگه بخوایم مثلا مثال بزنی تو به قول تو آقا بحث شرعیشو بذار کنار، مثلا ما فعلا با شرعی و دینیش کار نداریم، عرف جامعه محبت کردن بین حالا خانوم و آقا عملا در مثلا یک برنامه‌ای که میلیون ها بیننده داره از دید ما ایرانی‌ها خیلی دید جالبی نیست. از دید انسانی الان شاید بابت این موضوع خیلی هیت بگیریم، خیلی مثلا کامنت منفی من آره قشنگ ما رو بکوبونم، ولی آقا بیایم واقع بینانه باشیم. من چرا باید کسی که کنار منه با من داره زندگی میکنه رو بیام مثلا توی یه جمعی، توی یک مهمونی، توی یک دوره همی اصلا چیز کنیم با حیا چی میشه این بابا اوکی محبت کنید به هم، عشق بورزید، هوای همو داشته باشید. این کارا یعنی چی؟ این عملا اگه ما بخوایم عملا دیگه فکر کنم 2 روز دیگه باید با مثلا فیلتر شکم وارد اینا برنامه‌ها بشیم. بابا آره واقعا وارد خیابون بشیم، حتی با فیلتر شکم وارد خیابون شیم که آقا یه چیزایی رو نبینیم. دقیقاً چشم یه سری چیزا رو فیلتر کنیم، عادت نکنیم به دیدن چیزایی که این تبلیغات غلطی که حالا یکیش توسط این برنامه داره صورت میگیره باعث میشه آدم‌ها دیگه حیا ببین برای خودشون یک چارچوب در نظر نمیگیرن. میگم آقا من دارم توی خیابون رد میشم، یه تجربه واقعیه، من دارم توی خیابون رد میشم میبینم دختر پسره اصلا انگار نمیبینن ماهایی که دور و برشونیم. بابا ما الان توی دانشگاه داریم میریم یه سری چیزایی رو میبینیم که آقا میخواید خلوت کنید، آقا توی مثلا واقعا هنوز خلوت کنید. هنوز هم میگم بحث شرعش کار این که اصلا شرع و دین فاکتور. خلوت میخواید کنید بابا یه جایی برید به قول تو خلوت کنید. چرا مثلا توی فلان جا این کار؟ ببین بخشیه که متاسفانه توی نسل جدید، یه نسلیه که به نظرم در آینده میتونه خطرناک باشه. از همین الان تو نگاه کن ببین چرا این برنامه من خیلی ازش بدم میاد، به خاطر اینکه داره چیزهایی رو باب میکنه توی جامعه ما که یه بخشی همین الان داریم ضربه میخوریم ازش و این داره بهش دامن میزنه. آقا ارتباطات این مدلی توی جامعه ما اثرات منفی داره. چون قبول داری جا نیافتاده؟ ببین مثل همین بحث بی‌حجابی میمونه. الان تو کشورهای اروپایی جا افتاده این ارتباط. آره. آیا اثرات منفی نداره؟ چرا داره. پس ربطی به جا افتادنش نیست. به جا افتادنش ارتباطی نداره. ببین این اثرات منفی باهاش داره. می‌بینی مثل چی؟ من همیشه این مثال رو میزنم. میگم آقا یه مسیری رو یک جامعه رفته. الان جامعه ما میخواد همون مسیره رو بره. میگم خب بیا این جامعه‌ای که مسیرش رو رفته رو نگاه کن. ببین ته اون قصه به چی رسیده. اگر به خوب رسیده تو هم بیا برو. ولی نگاه نمی‌کنن مردم ما. ببین ما آره یعنی آدما وارد یه سری ارتباطات میشن، اون ارتباط شکست میخوره، حالشون بد میشه، زندگیشون از بین میره، بعد میگن ای بابا نشد. میگن بابا این سبک ارتباطی تو رو خیلیا قبل تو گرفته بودن. اینا رو نگاه میکردی، یاد میگرفتی ازش. یاد میگرفتی ازش.
کورکورانه، منم با ازدواج کورکورانه اصلا احمقانه است. ببین الان بخوایم بیایم بالا توی رابطه ها رو نگاه کنیم، میگیم آقا ارتباط بگیریم همه با هم. به نظرم تو موافق این موضوعی که ارتباط بگیریم با هم دیگه قبل از ازدواج؟ آره میگه بابا یه نگاه بکن ببین اونایی که ارتباط گرفتن به چی رسیدن. ببین حالا ما برنامه اوکی، برنامه عشق ابدی یه محتوای، هنوزم میگم محتوای بی محتوا، یه باگی که این وسط وجود داره مجری این برنامه است، خانم پرستو صالحی. خب ایشون یعنی شخصیت اونجا میچرخه، مجری برنامه است، مثلا صداش هست یا هست حضور داره. خب. برنامه ماه عسل و صدا سیما شبکه احسان علی خانی حضور داره. ایشون الان به عنوان مجریه اونجا. مثلا خب یه کاراکتری که توی صدا سیما خیلی موفق نبوده، ما الان خانم پرستو صالحی تو نمیتونی بیای بگی جزء مثلا حتی به نظر من جزء 50 تا زن موفق صدا سیما و سینمای ایران هم نبوده. ایشون حالا بنا به دلایلی رفتن از ایران ترک کشور کردن، رفتن یه برنامه‌ای رو ساختن که به قول خودشون حالا با یه سری موضوعاتی که از قبل به وجود اومده بود دامن زدن و الان استوریشون رو که مثلا دنبال کردم من چند وقت پیش، یعنی دنبال نکردم، عکس گرفته بودن یه شبکه خبری توی فضای مجازی پخش شده بود، ایشون اومده بود از این برنامه مثلا گفته بود چون اون اتفاق افتاده اصلا خیلی بازدید نداشته، ولی این برنامه رو نگاه کن چقدر بازدید داره، یعنی عملا داره این دوتا رو به هم مرتبط میکنه. خیلی نمیشه اینجا باز صحبت کرد. ولی من خیلی راحت بهت بگم مگس خیلی چیزا میخوره. آیا اون چیزا خوشمزن؟ قطعا نه. مگس خیلی چیزها میخوره، یه چیز معروفی هم میخوره، ولی نمیتونی بگی اون خوشمزه است. درست. یعنی صرفه که یه آدمی اومده یه کاری رو انجام داده یه سریا دنبالش دویدن دلیل نمیشه این کار مقبولیت داشته باشه، دلیل نمیشه صحیح باشه این کاره. ببین من باز هم میگم برنامه عشق ابدی حالا با مجری خانم پرستو صالحی که من احترام خیلی زیادی برای ایشون قائلیم و ایشون قرار نیست قضاوت کنیم، ما در زندگی شخصی ایشون من حضور نداریم، امیدوارم هر جا که اصلا موفق باشن. ولی بحث اینه که آقا اگه بخوایم کلا بگیم آقا یه محتوایی باشه که آقا به درد آدم بخوره. تو الان به قول تو گفتی برای بحث توسعه فردی تو اون 7 ساعت و نیم بیا راجع به کسب و کاری ببین، اون 1 ساعت و نیم هر شب بیا تو یوتیوب یا تو اصلا نه میخوای راجع به رابطه یاد بگیری برو یه چه میدونم کارگاهی گوش بده که راجع به سواد رابطه است. اگه میخوای راجع به رابطه یاد بگیری آقا اصلا خب به قول اصلا آقا تمام این برنامه تمامو فکر نکنم با هم دیگه به نتیجه برسیم، چون من خودم یه جورایی بگی نگی حد وسطم ولی خب تو مخالف. اصلا امید به نظر تو عشق یعنی چی؟ نمیدونم، واقعیت نمیتونم تعریفش کنم برات. یعنی الان تو دنیای امروزی با این همه پیشرفت تکنولوژی و این همه نمیدونم اکس و نکس و نمیدونم فلان و پیکمی و فلان اینا شاید من بلد نیستمش رو تعریف کنم، ولی به این باور دارم که به تعداد آدم‌هایی که وجود داره ما زبان عشق داریم. یعنی چی؟ ببین گری چاپمن تو کتاب 5 زبان عشق، 5 زبان عشق خیلی حرف جالبی میزنه. میگه تو ممکنه به من بگی من دوستت دارم، من خیلی احساس نکنم تو منو دوست داری، ولی بری برای من گل بخری من احساس کنم منو دوست داری. چی رو میرسونه؟ میگه آقا من زبان عشق خودمو دارم. یه مثال میزنه، میگه تو فرض کن یه زن چینی گرفتی به فارسی هی بهش میگی دوستت دارم، اون نمیفهمه. تو دوستش داری یا داری هم ابرازش میکنی ولی اون نمیفهمه چون چینیه. ببین زبان عشقش متفاوته. یه جمله دیگه باید بهش بگی، این که هر کس با این زبان عشق متفاوتی داره خیلی هم درسته هم این شکلی راحت تر کارمون پیش میره. ببین کلمه‌ای که نامفهوم و یعنی تعریفی نداشته باشه به نظرت خطرناک نیست؟ ما الان مثلا من میام میگم موفقیت از دید من یعنی مثلا آرامش داشتن تو زندگی. موفقیت از دید تو یعنی چه بدونم زندگی خارج از اروپا به عنوان مثال. عشق هم همینه. الان تو گفتی که زبان‌ها با هم فرق داره، من به اون میگم دوستت دارم باور میکنه، به اون باید گل بدم، به اون باید توجه بدم.
عشق کلمه‌ایه که دیدگاه، یعنی تعریف مختلفی برای هر کسی داره. این یه مقدار خطرناک نیست. اصلا آدم باید عاشق بشه، نشه، تجربه کنه. ظرفیتشو داره که تجربه کنه، نداره. خب واسه دونه دونه پیش بریم. ببین این جمله معروفو شنیدی که میگن هر نظری محترمه. من خیلی با این حرف مخالفم. چرا؟ چون نظر باید بره تو زیر مجموعه معتبر یا غیر معتبر بودن. خب این معتبر معتبر بودن باز احترامه مال آدم است. یا آقا تو به عنوان یک شخص قابل احترامی، ولی نظرت قابل احترام نیست، چون ممکنه غلط حرف بزنی. نظرت قابل احترام نیست. نظر تو باید بره زیر مجموعه این که آقا حرف تو معتبره یا غیر معتبره. خب الان فرض کن مثلا یک نظریه اشتباهی رو تو ذهنت بیار، یک حرف غلطی رو بیار تو ذهنت. این که آقا مثلا میگم چون کارم تربیت فرزنده، میگه آقا مقایسه کردن بچت کار خوبیه. تو اینجا نمیگی آقا نظرت محترمه. آقا داره حرف اشتباه میزنه، غلطه، حرفش معتبر نیست. بله اون آدمه احترام داره، ما اجازه نداریم به شخصیتش بی احترامی کنیم، ولی میتونیم بگیم آقا تو نظرت اصلا نظر معتبری نیست، خود نظرت قابل احترام نیست. پس ببین این همین اعتبار داشتنه رو بیاریم تو تعریف‌های متفاوتمون از زندگی آدم‌ها. یعنی من موفقیت رو یه جور تعریف میکنم، تو موفقیت رو یه جور تعریف میکنی، تو عشق رو یه جور تعریف میکنی، من عشق رو یه جور دیگه تعریف کنم. من اصلا نمیخوام عشق رو تعریف کنم. ببین سیستممه دیگه. میگم آقا من اصلا نمیخوام عشق رو تعریف کنم ولی عاشقم. خب دیگه ولی عاشقم. اینجا باز میگم آقا تو چه شکلیه، مثلا تو حتی نمیدونی این عشق چیه. میگم از این دسته مسائل زیاد داریم تو زندگیمون، چیزهایی که باهاشون سر کار داریم ولی نمیتونیم درست تعریفشون کنیم. میگم آقا چرا پدر مادرتو دوست داری؟ یه چیز فطریه دیگه. آره دیگه درونیه. میگه از این به بعد متنفر شو. میگه آقا نمیتونم. یه همچین موضوعاتی داریم ما تو جامعه، ولی اون موضوعی که حائز اهمیت همینه که من اگر میخوام بگم عاشقم چجوری باید اینو ثابتش کنم. دیگه قبول داری بسته به شخصیت طرف مقابل داره؟ آره دیگه کاملا همون زبان عشق است دیگه. اینجا یه استوب بده، یه پاز بده. ما الان داشتیم خب قبل از این ویدیو با هم صحبت می‌کردیم. عملاً تو نمیدونم، حالا اینجا خودت بگو، من شاید بد برداشت کردم. اینکه تو گفتی که قبل از ازدواج ارتباط داشتن رو خیلی نیستی، یا نه؟ من باید بهش ضمیمه وارد کنم. اوکی، ضمیمه رو وارد کن. من امیر چی میگم؟ میگم آقا شما قبل از ازدواج باید یک ارتباطی با خطوط قرمز داشته باشی. برای چی؟ برای اینکه آقا طرفو بشناسی. من الان دیدم چیه، من میگم آقا من با این نفر در ارتباطم، شخصیت خیلی کاملی داره، بسیار مثلا فرد قابل مقبولیه، اینو میخوام مورد امتحان قرار بدم. چجوری مورد امتحان قرار میدم؟ توی جمعی که رفیقام نشستن، حالا با پارتنراشون، با خانوماشون، من اینو با خودم میارم، میخوام ببینم این شخص توی مهمونی مثلا چه مدل لباسی رو میپوشه. میخوام اون سلیقه خودشو، من براش تعیین تکلیف نمیکنم، میخوام اون سلیقه‌شو بدونم که آیا ببینم با من همخونی داره. بیارمش توی مهمونی، نوع رفتارش، نوع شخصیتش چجوریه که آیا من به قول خودمون بخوام خیلی خودمون صحبت کنیم، آیا سربلند از اونجا با این میام بیرون یا نه، دیگه اینو نمیبرم. میخوام بگم این شناخت قبل از ازدواج از طریق ارتباط باید به وجود بیاد. و تو مخالفی؟ نه مخالف نیستم. اصلا ازدواج بدون شناخت خیلی احمقانه است. نمیتونی بگی ما داریم میریم ازدواج کنیم شناختی از همدیگه نداریم، میریم که ببینیم خدا چی میخواد تو زندگی برام. نه، خیلی حرف احمقانه ایه. اصلا اینجوری نمیشه زندگی کرد. ولی حرفم چیه؟ ببین من میخوام یه حرف خیلی گنده‌ای بزنم الان. خب خیلی بیام بالا وایسم. میگم نگاه کن، ازدواج تو جامعه، حالا ما داریم راجع به جامعه خودمون صحبت میکنیم، غلط جا افتاده. میدونید منظورم چیه؟ منظورم بذار برات باز کنم. میگم نگاه کن، من از یه نفری خوشم اومد، میخوام باهاش ازدواج کنم. حالا بر اساس نگاه‌هایی که دارم، دینیان، مذهبیان، یا به خانواده‌ام میگم یا به خانواده‌ام نمیگم.
که باز حرف اینجاست که آقا بگیم یا نگیم. دقیقاً. آره. میگم آقا من میخوام با این آدم ازدواج کنم. فرض کنیم که گفتم به خانوادم. به مادرم که میگم خالم میفهمه، عمم میفهمه، داییم میفهمه، عموم میفهمه، همه میفهمن، من مجبور شم برم این آدم رو بگیرم. چی میخوام بگم بهت؟ میخوام بگم این نگاه غلطی که به ازدواج داری. حالا اصولش چیه؟ اصولش اینه. من خوشم اومد اصولی برم جلو. یعنی مادر بیا بریم، من از این آدم خوشم اومده. تیکای اولیه رو خورده، یعنی ظاهرش رو من تیک زدم، پوششش هم تیک زدم. بیا بریم ببینیم یه لایه نزدیکتر چه شکلی هن. ما همین الان داریم خیلی این کارو میکنن. میرن جلو. کیا میدونن؟ فقط خودش میدونه و مادرش. مادره به هیچ کس نمیگه، یعنی حتی باباش هم شاید نفهمه. میرن نگاه میکنن، یعنی مادرها با هم دیگه صحبت میکنن، مادر از خودشون میگه، ایشون از خودش میگه، خود طرفین میرن با هم دیگه صحبت میکنن، تیکای اولیه‌شون رو میزنن. خب ببین بعد نگاه کن، بعد میبینن به هم دیگه نمیخورن، فاصله میگیرن از هم، هر کس میره دنبال زندگی خودش. نه دعوا شد، نه خیلی ها نسبت به این آدمو گفتن نگاه کن اینا رفتن با هم صحبت کردن تهش به نتیجه نرسیدن، نگاه کن این شاید آدم بدی بوده. نه بابا، شاید دو تا آدم خوبی بودن ولی نتونستن با هم دیگه زندگی کنن. ببین هیچ دعوایی هم پیش نیومد این وسط. ما رفتیم دنبال شناختم رفتیم ولی تعارض دیگه نخوردیم بهش. چه شکلی نگاه میکنن تو جامعه؟ میگن آقا رفتی خواستگاری باید بگیری. آره دیگه این متأسفانه تو رفتی باید بگیری. میگه آقا نه این شکلی نیست. اولا که قبل از این که همه خانواده بخوان همدیگه رو ببینن ما باید یه سری تیکا رو تو خودمون بزنیم. دقیقاً. بعدن باید بریم بر لول های دیگه خانواده‌ها هم دیگه رو بشناسن، ما خانواده‌ها رو برای هم دیگه توضیح بدیم. شاید سبک فکریمون به هم دیگه نخوره. شاید خانواده من یه مدل پوشش باشن، اون خانواده یه مدل دیگه پوشش باشن. شاید راحتی اینور یه جور تعریف داره، اونور یه جور دیگه تعریف داره. خب ببین بیای از بالا نگاه کنی می‌بینی که خیلی وقتا داریم مسیر رو غلط میریم و اگر بخوایم اصولی پیش بریم می‌بینی اتفاقا شناخته هم باید باشه ولی توی چارچوب درست. و همون دیگه همون چیزی که من گفتم. خب حالا اوکی تا اینجا باهات هم نظر بودم، موافقم، رابطه باید طبق یه اصول و یه چارچوب خاصی بره جلو. مهمترین سواله، اما من می‌خوام وارد رابطه بشم. من یه شخصی رو پیدا کردم تو زندگی، میخوام باهاش وارد رابطه بشم. مهمترین سوالی که میتونم خودم بپرسم چیه؟ یا اینجوری بگم از خودت یا دیگری؟ از خودم یا دیگران خیلی فرق نمیکنه. ببین از خودت که باید بری رو بحث خودشناسی. آره موافقم. یعنی باید بدونی تو بالاخره رو چی حساسی، رو چی حساس نیستی، چی برات مهمه، چی برات مهم نیست. از طرف باید چی بپرسم؟ از طرفت. ببین باید اینا رو مچ کنی. این پرسیدنه یعنی مچ کردن. ازدواج این شکلیه که شما باید به هم دیگه بخورید دیگه، باید چفت چی توی هم دیگه. ببین وقتی میری برای صحبت کردن باید ببینی آیا رد فلگا یا اون خط قرمزایی که تو برای خودت چیدی با طرف مقابلت همخونی داره یا نه، یا اصلا آیا اون رد فلگا ممکنه با هم متفاوت باشه ولی آیا تو با اون رد فلگا موافق هستی؟ ببین فرق رد فلگ با حساسیت همینه. رد فلگ خط قرمزه، اگر پاتو گذاشتی اونور دیگه به راحتی نمیتونیم ازش برگردیم. ببین من رد فلگم اینه که مثال میزنم مالی که در میارم باید حلال باشه، طرف مقابلم باید مهم نیست، حلال حرام یا بودم بود، پول باشه. ببین این اساسیه دیگه. پس صحبت کردن راجع به رد فلگ ها گام اوله، چون شناخت‌های کلی میده به آدم دیگه. خیلی هم عالیه. هم به نظرم این توی اپیزود رو واقعیت آره خیلی بحث نمیشه، خیلی مونده، خیلی صحبت مونده. ما ان شاءالله یه اپیزود دیگه در ادامه و در راستای همین موضوع خواهیم ساخت. به نظرم تا الان برای من کمک کننده بوده. خدا خیلی متشکرم. در شما گرم. اپیزود دوم ان شاءالله با هم دیگه به زودی خواهیم رفت. خسته نباشید. قربون شما.